سلام به همگی، خسته نباشید. بچه این سنگی که میبینی یه نوع شهاب سنگ هماتیته که از نیکل و آهن تشکیل شده. نیکلش خیلی زیاده. بردن آزمایشگاه، طرف واسه بخره 20 میلیون پول آزمایش ازشون گرفته و بعد از آزمایش اعلام کرده که این سنگ شما داخل بافتش مواد زمینی وجود نداره. چیزی که تو زمین هست داخل بافت سنگ شما نیست. بعد یکم مقدمه چینی کرده و این ور اون ور گفته ما چیزی مثلا در موردی که مثلا از آسمون هم اومده باشه که داخل سنگ شما نیستش. تو سنگ شما بافتی که مثلا از آسمون داخل بافتش باشه وجود نداره. آیا این از یه بعد دیگه ای اومده تو کره زمین؟ این چه حرفایی که میزنه؟ زمینی نیست، آسمونی هم نیست. وقت 20 میلیون هم پول گرفتید بابا، حرومتون باشه.